آقا برنامه امروز به بلاگریه. میخوام امروز چیکار کنم؟ برم پیش بلاگرا ازشون برات بپرسم که چیکار میکنن، پلنشون چیه، از کجا شروع کردن و یه الگوریتم ریزی هم اگر بتونم از زیر زبانشون براتون میکشم که کلا سبک کاری در بیاد که اگر میخوای بلاگر بشی ببینی چیکار باید بکنی. بریم. بریم. آقا ما برگشتیم با بیگ دنی. بیگ دنی با فالوورای بسیار زیاد. سلام بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم. دوست داره، همه رو دوست داره. سینواشه دیگه شو آف میشه ولی مردمی بوه. باز دوباره آقا ما اومدیم سوالو پرسیم از بیگ دلها. بعدتون بشم شما عزیز دل مایی. اومدم بپرسم که بیگ جان من الان به عنوان یه آدمی که اصلا چهره شناخته شده نیستم، بله، برای همون اصلا من نوکر شما هستم، من دست بس میبریم خونه. ممنون، بریم. خب آقا ویدیو تمام شد. ویدیو همینجا. آقا من میخوام پیج اینستا بزنم برای یوتیوبم. بله. شما نصیحتت به عنوان یه آدمی که الان به شدت موفقی توی داستان قربونت برم، چیه به ما؟ نوکرتم. فداتون بشم. چاکرتم. از چه نظر باشه دقیقاً؟ آقا چی جوری من پیج بزنم؟ پیج بزنین شما یه جیمیل میسازید. من میتونید سینگینگ. خب میسینگم خارج از شوخی دیگه. اول که ببخشید بچه من نمیتونم نگاهتون کنم صحبت کنم چون پشت فرمونم دیگه رانندگی ببین شما برای داشتن یه پیج میخوای مثلا سبک چه سبکی میخوای انتخاب کنی؟ سبک نمیدونم، اصلا میخوام بپرسم که چه سبکی بزنم جواب بده. چه سبکی بزنی که جواب بده. ببین خب مثلا الان از نظر خود آماری که مثلا دارن سبک طنز موفق تره تو این حساب. خب یعنی بله. شما با سبک طنز راحت‌تر میتونی کار بکنی. بازدیدش بیشتره. بله بیشتره کلا. متوجه. اصلا شما پیشنهادی که ما پیج بزنیم یا نه؟ پیشنهادم به پیج زدن که اصلا نیست. خب بچه‌ها ویدیو همینجا پایان رسید. جدی میگم. پیج زدن اصلا شما رو از خوردن آبادون میندازه. چنگدونمون خالی همش. نه جدی واقعا اگه مثلا می‌خوای یه پیجی بزنی خب کل وقتتو میگیره دیگه. بله دیگه. یعنی مغزتو میگیره. البته داداش بگم افکارت، مغزت، ایده‌هات باید چند نفر باشن حداقل بهت مشورت بدن. میدونی چی میگم؟ حداقل به عنوان رفیق چند نفر باید باشن بهت مشورت بدن تا یه چیزی بتونی مثلا در بیاری یا مثلا یه کاری بتونی انجام بدی. میفهمم. یه دیالوگی سر هم بکنی. بعد شما هم اکیپتون شلوغه، یعنی ما هم خدا رو شکر یکی از عوامل موفقیتمون خدا رو شکر تا اینجا کار رفیقای خوبمون بوده که دورمون بودن. عالی. و بهمون مشورت دادن و اینکه همه جا بودیم با هم خدا رو شکر. خلاصه آره. درود بر پهلوان تختی. باز دوباره یه سیاسی فیلش کنه. بده بده 7 پهلوان. خب بیگ جان حالا شما خودت چجوری ویدیو، البته اینو نگاه بچه الان ما داریم میریم با بیگ ویدیو بگیریم برای پیج خودش، حالا اونو باز از پشت صحنه‌اش براتون میگیرم، از مراحلش هم براتون میگیرم که چجوریه داستان. بله با اجازهتون البته، با اجازه بزرگترا. بله اجازه ما دست شما. بده تو پیاده میشم خودمو میندازم کف خیام. حالا شما خودت بیشتر کیا پست میذاری؟ چجوری اصلا پست مثلا نظم خاصی لازمه براش؟ نظم خاص باشه خوبه کلا. بله کلا آره یه نظم خاصی باشه که 100% خیلی تاثیرش بیشتره از نظر مثلا اون الگوریتم این چیزا به قولن یا بله. ساعت خاصی که مثلا سر تایمر خاص بتونی استفاده بکنی. ماشین عقبی داره میاد تومون کی علیه؟ آمازش نمیگیره. بعد اینکه 100% تاثیر 100% گلیه. یا خدا زنگ شدم بگو برو پس. و اینکه آره و اینا خیلی بودیم. کرماقم بود 100%. آفرین عالی. آقا شما الگوریتم تو تجربی به دست آوردی صادقانه، یا ای که مثلا یه کسی هست که مثلا یه مبلغی نگاه من دارم برای اونای تولید محتوا میکنم که مثل خودم از صفر دارن میان. حالا من که حالا شما هستین دمتونم گرم، فدات بشه. هرچی بچه خدایی من هرچی میخوام بچه‌ها هم بیگ هم حالا حاجلی هم بقیه بچه‌ها که دارن کار میکنن
رفیقای صمیمون هستن خدایی همشون هیچ گونه کمبودی نذاشتن. خب برم. ولی من لطف میخوام خودت. برای توی نوکرت هم دادش، من میخوام برای توی این ویدیو رو بسازم که آقا کسی رو نمیشناسی ولی میخوای کار بکنی. اوکی؟ حالا برگردیم سر بحث. بله. شما مثلا شما مثلا کسی هست که مثلا پول بهش میدین، طرف آنالیز میکنه میگه مثلا این ساعت پست بذار نذار، یا نه واقعا؟ نه ما از اول بله. خودمون بودیم. من تایید میکنم. قشنگ. من بودم. من از اول بودم. نه آخه میدونی اینا یه سری کارهایه که باید خودت مثلا بهش برسی. میدونی یه چیزی مثل این که مثلا ساعتی که پست میذاری رو بتونی پیدا کنی، بله خیلی تاثیر داره. یعنی باید از آقا مثلا شما 10 تا ویدیو میگیری، یکیشو 12 میذاری، یکیشو 2 میذاری، یکیشو 4 میذاری، تکرار میکنی که ببینی کدومش بیشتر بازدید میخوره. از اونجا تو دیگه رو مثلا روندش که همینجور بره جلو تا یک ماه آیندهش بله میتونی یا کسب کنی که چه ساعتی چقدر علمی برای در بچه به قرآن بیگ داره جدیدن کتاب میخونه. اگه داداش کتاب میکنه ما کتاب بخونیم. اینقدر باید بری تو پیدا بکنی جو. خلاصه خودمونی. آقا من اینجا دیگه خوردیم تو ترافیک، بگو اذیتش نکنم بعدات بشم نوکرتم. حالا دیگه بقیه ویدیوها رو هم ببینید. میریم از مراحل حالا ویدیو گرفتم برای پیج خودشونم براتون میذارم دیگه، میبینمتون. رو میگیری؟ جون دلم خجالت میکشه. منو میگفت آره آقا کات برو میگم بیگ رو میگیری؟ آره. آقا سکانس اول با موفقیت شکست خورد. چی؟ سرم درد میکنه. چطور؟ میگمت بذار من بیام این وقت بس. عمو شیشه رو پاک کنم عمو خودت پاک کنم عمو. خب آقا رفتیم تو تفکره. الان بچه‌ها دارن طراحی صحنه رو انجام میدن و خلاصه کار فقط یکم کشتم برو پس. چی میگی؟ سرم درد میکنه. چی؟ میگمت بکن. بچه‌ها کلیپا اصلا بچه‌ها فوش نمیدن خدا شاهده، فقط تو کلیپا. یعنی ما گفتیم خدای نکرده یهو تشویش از آن عمومی نشه. هلو یوتیوب this is joke this is شوخی this is چرت و پرت. چه بچه خوشگلی دارم. ماهو داری که ماهو داری معلومه. باباری کلا. آقا تمام؟ نه دوباره میخوام میگیرین؟ خب پس من با اجازهتون کات میکنم دیگه. ممنون. بچه‌ها خسته میشن، بچه‌ها توی خونه. آقا باشه شما چیز تلاوت نمیکنه برامون توی ویدیو؟ میگه بسوزد زندان سوخت جگرم، بسوزد زندان سوخت جگرم، دوست دخترم مادر شده و من هنوز پسرم. اگر پسری دست تو مرد میشه. بچه دوست دختر چی میشه؟ یه چیزی میتونم بگم؟ بله. اقیانوس‌ها میخوان ازم تشکر کنم، میدونم چی میگن؟ نه. میگن خدا عمرت بده. میگم شما هم آقا معروفه ای؟ نه آمو من میگم عکس بگیریم؟ عکس بگیریم. عکس میگیریم. آقا بای. بعداتون بشه. بای. خب بیا وازی دیگه داداش چی میخواد؟ بیگ سعید اینجا بیگ دنی داشت چاسی شما دارم. آقا دوستتون دارم شدید به مدت مدید. لایک کامنت سابسکرایب زنگوله.